در گذشته‌های دور داستان‌هایی وجود داشت، داستان‌هایی از جنس ترس، وحشت، ناامیدی و اما با گذشت سالها این داستان‌ها تبدیل به افسانه شدند. افسانه‌هایی که شاید در گذشته واقعی بودند. و اما ایران، در ایران هم مانند سایر کشورها افسانه‌هایی وجود داره، افسانه‌هایی که میتونن مو به تن شما سیخ کنن. و من در این پست قراره که با شما چند تا از این افسانه ها رو با هم بررسی کنیم. پس برای حمایت از من لایک و کامنت یادت نره و اگه به این موضوع علاقه داری چنل منو سابسکرایب کن. و اما افسانه اول، یعنی آل. در بسیاری از روستاهای ایران هنوز هم وقتی نوزادی به دنیا میاد مردم از چیزی به اسم آل حرف میزنن، موجودی که برای گرفتن جان مادر و بچه نیمه شب سراغشون میاد. میگوین آل زنی است با پوست سرخ، موهای ژولیده و ناخن‌هایی به تیزی خنجر، چشمانش زرد یا قرمز و وقتی از کنار پنجره رد میشود بوی خون تازه در هوا میپیچد. یک شب سرد زمستانی زنی تازه زایمان کرده بود. همه در خواب بودند، اما او با صدای گریه نوزاد بیدار شد. وقتی به سمت گهواره رفت، گهواره خالی بود. سایه‌ای از پشت پرده گذشت، موهایی سیاه و آشفته و چشمانی که در تاریکی برق میزد. آل با دستان سردش نوزاد را بغل کرده بود و وقتی مادر جیغ کشید آل ناپدید شد. تنها چیزی که باقی مانده بود بوی خون و یک لکه قرمز روی زمین بود. برای همین است که هنوز هم در بعضی از خانه ها کنار مادر تازه‌زا چاقو یا قیچی میگذارند. شاید آل هنوز هم نیمه شبها سراغ خانه ها می آید. و اما افسانه بعدی، یعنی بختک. اگر تا حالا موقع خواب حس کردید که یک چیزی روی سینتون سنگینی میکنه و نمیتونید نفس بکشید، احتمالاً تجربه بختک رو داشتید. بختک یک موجود افسانه‌ایه که مردم قدیم فکر میکردن شبها روی سینه آدم‌ها میشینه و باعث میشه نفس کشیدن براشون سخت بشه. خیلی ها میگن این موجود باعث ترس و کابوس‌های شبانه میشه و حتی نمیذاره آدم حرکت کنه. این داستان از قدیم توی فرهنگ ما بوده و مردم برای توضیح اون احساس وحشتناک افسانه بختک رو ساختن. خیلی ها هم فکر میکردن بختک یک روح یا موجود شروره که شبها به خواب آدم ها حمله میکنه. تو بعضی از مناطق ایران مردم برای اینکه از شر بختک در امان باشن سکه زیر بالشتشون میذارن یا آیات قرآنی میخونن. اینها باورهای سنتی هستن که بین مردم رایج بوده و هنوز هم بعضی ها بهشون عمل میکنن. حالا شما بگین تا حالا بختک رو تجربه کردین؟ توی کامنت ها برامون بنویسید. و اما افسانه بعدی، یعنی نسناس. نسناس موجودی عجیب و مرموزه که در فرهنگ ایرانیان باستان و روایات مذهبی آمده. توی داستان‌ها گفته میشه نسناس‌ها موجوداتی هستند که بین انسان و حیوان قرار دارند، با چهره‌ای زشت و ترسناک و رفتارهای غیر انسانی. نسناس‌ها به عنوان موجوداتی معرفی شدند که در کوه‌ها و مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند و انسان‌ها از نزدیک شدن به اونها هراس دارند. در بعضی از داستان‌ها نسناس‌ها را به موجوداتی نسبت میدن که میتونن به انسان‌ها آسیب برسونن و حتی گاهی مردم رو گمراه کنن. از نظر فرهنگی نسناس‌ها نماد بخش از طبیعت وحشی و ناشناخته هستند که انسان‌ها سعی داشتن با خلق این افسانه‌ها ترس‌ها و ناشناخته‌های خودشون رو توضیح بدن. در برخی روایات مذهبی هم به نسناس اشاره شده که به عنوان موجودات نیمه فرشته و نیمه شیطان معرفی میشن. این افسانه ها معمولاً هشدارهایی درباره دوری از راه درست و مراقبت از خود به ما میدن. شما چه فکری میکنین؟ آیا نسناس ها فقط افسانه‌اند یا ممکنه در دل طبیعت موجوداتی ناشناخته باشن؟ نظرتون رو حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. و اما افسانه بعدی، یعنی زن زردپوش. زن زردپوش طبق افسانه ها موجودیه که همیشه لباس زرد میپوشه و در شبهای تاریک و مه آلود ظاهر میشه. مردم میگن اون در جاده ها یا اطراف خانه ها دیده شده و حضورش نشانه از اتفاقات بد و ناگواره.
این زن مرموز اغلب در نزدیکی روستاها یا جاده‌های کم نور دیده میشه و میگن اگه کسی اونو ببینه ممکنه دچار ترس شدید بشه یا حتی حادثه ناگوار براش رخ بده. برخی معتقدن زن زردپوش پیام‌آور مرگ یا اتفاقات تلخه. از اونجا که زن زردپوش همیشه لباس زرد به تن داره، رنگ لباسش نمادی از هشدار و خطر در فرهنگ عامه شده. در بعضی از روایت‌ها گفته میشه که اون روح یک زنه که در گذشته اتفاقی ناگوار براش افتاده و حالا به شکل زن زردپوش برگشته تا انتقام بگیره یا پیامی به ما برسونه. حالا شما چه فکری میکنید؟ آیا زن زردپوش فقط یک افسانه است یا شاید نشانه‌ای از دنیای ماورا باشه؟ اگه تا حالا به همچین چیزی برخورد کردین یا داستانی در مورد شنیدین، حتما تو کامنت ها واسمون بنویسین. و اما افسانه بعدی، یعنی دوالپا یک موجود ناشناخته است که در قصه های مردم کوهستانی و جنگلی ایران مطرح شده. مردم میگن صدای قدم های سنگین و بلند دوالپا رو در شب هنگام خواب میشنوند، ولی هیچ کس اون رو به وضوح ندیده. صدای پاهای دوالپا اونقدر بلند و واضحه که باعث ترس و وحشت مسافران تنها و حتی اهالی روستاهای دور افتاده میشه. بعضیا میگن دوالپا نگهبان جنگله و کسانی که به طبیعت آسیب برسونند رو میترسونه. دوالپا بیشتر در مناطق مه آلود و تاریک دیده یا شنیده میشه و گفته میشه وقتی صدای پاهاش رو میشنوید بهتر آروم بشینید و از اون منطقه دور بشید. شما چطور؟ تا حالا صدای پاهای دوالپا رو شنیدید یا داستانی در موردش شنیدید؟ حتما توی کامنت ها واسمون بنویسین. و اما افسانه بعدی، یعنی کرسی نشین. کرسی یکی از وسایل گرم کننده قدیمی ایرانی هاست که وسط اتاق گذاشته می شد و دورش همه جمع می شدن. اما افسانه ها میگن وقتی هوا سرد و تاریک میشه، یک موجود ناشناخته به نام کرسی نشین اطراف کرسی پرسه میزنه و شبها مزاحم آدم ها میشه. کرسی نشین موجودیه که سایه‌وار و نامرئیه که میتونه صداهای عجیب ایجاد کنه، چراغ‌ها رو خاموش و روشن کنه و حتی باعث بشه افراد احساس ترس و لرز کنند. بعضیا میگن این موجود باعث میشه آدم‌ها خوابهای بد ببینن و یا حتی نیمه جان بمانند. این افسانه ها از گذشته های دور در بین مردم ایران وجود داشته و نسل به نسل منتقل شده. مردم برای دفع کرسی نشین از خواندن قرآن، روشن کردن شمع یا گذاشتن دانه‌های برنج دور کرسی استفاده می‌کردند. شما چطور؟ تا حالا چیزی از کرسی نشین شنیدین یا تجربه کردین؟ حتما تو کامنت ها واسمون بنویسین. و اما افسانه بعدی، یعنی غول بیابانی. غول بیابانی موجودی عظیم و وحشتناک است که در دل بیابان‌های ایران پنهان شده. اون معمولاً به شکل یک غول بلند و نیرومند با پوستی خشن و چهره‌ای ترسناک توصیف می شود که می تواند با قدرت فراوانش انسانها را بترساند و گاهی حتی شکار کند. مردم قدیم اعتقاد داشتند غول بیابانی نگهبان بیابان است و به کسانی که بی احترامی کنند یا وارد قلمرویش شوند حمله می کند. او شبها در تاریکی بیابان پرسه می زند و صدای قدمهای سنگینش را می توان از دور شنید. در بعضی داستانها آمده که تنها قهرمانان شجاع می توانستند با این غول مقابله کنند و او را شکست بدهند. این افسانه ها نسل به نسل منتقل شده تا مردم را از خطرات بیابان آگاه کنند و به آنها یادآوری کنند که باید با احترام به طبیعت رفتار کنند. شما چه نظری دارین؟ آیا غول بیابانی فقط یک افسانه است یا ممکن است موجودی ناشناخته در بیابان‌های ایران وجود داشته باشد؟ حتما نظراتتون رو تو کامنت ها واسمون بنویسید. و اما این هم از افسانه های ترسناک ایرانی. اگه میخواین پارت بعدی این پست رو درست کنم، حتما تو کامنت ها بنویسین و پست رو لایک کنین و برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنین. تا درودی دیگر، بدرود.